سیومی مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امالی رحمان دیرکتور اجرایی بنیاد اقلیمی سبز مفالدا دوارته را که برای اشتراک در نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخا به دوشنبه تشریف آوردند به حضور پذیرفتند. پرزیدنت کشور محترم امالی رحمان اظهار امید کردند که بنیاد اقلیمی سبز با تطبیق هدفهای کنفرانس و پیشبرد تلاش‌های گلوبالی بهره پیشگیری از آبشوی با سرعت پیریخا مساعدت موثر خواهد کرد. با مسئله تطبیق لایحه‌ها در ساحه‌های انرژتیک، کشاورزی، تامین استواری در مقابل خطرهای طبیعی، رشد بخش خصوصی و بهتر نمودن خدمت‌رسانی در بخش آب و هواشناسی توجه زیاد ظاهر گردید. محض تشبث و پیشصفی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود که امسال در جهان سال بین المللی حفظ پیریخا اعلان گردید و همه سال 21 مارد روز بین المللی حفظ پیریخا اعلان گردیده است و اینک نخستین کنفرانس سطح بلند در این موضوع که هم برای تاجیکستان و هم برای تمام کشورهای جهان اهمیت خاص دارد. طوری به ما معلوم است پیریخا این منبع نیروی برق، خوراک، آبی آشامیدنی و دیگر جنبه‌های مهم حیات است. همچنین دسترسی زیاده از 2 میلیارد نفر به آب محض از پیریخا وابستگی دارد. متاسفانه تاجیکستان باشد الکی حجم زیادی پیریخای خود را از دست داده است. ما باید هر چیز زودتر آبشوی این پیریخا را پیشگیری کنیم. پرزیدنت محترم تاجیکستان هم پیوسته از این نقطه همگان را هشدار می‌سازند. ما هم همچون یک جزء جامعه جهانی در این تشبث دوربینانه جانب تاجیکستان همراه و هم آواز هستیم. جناب پرزیدنت هم بسیار خوب و روشن قید کردند که اگر ما آبشوی پیریخا را پیشگیری کردن می‌خواهیم پس نگذاریم که درجه گرمشوی هوا از 1.5 درجه بیشتر گردد. در عکس حال خطر جدی اهل بشر را تهدید خواهد کرد. جمهوری تاجیکستان نیروی برقی از لحاظ اکولوژی تازه استحصال می‌کند و این نمونه گشته ایستاده است برای دیگر دولت‌های همسایه، منطقه و جهان. قابل ذکر است که تشبث‌های جمهوری تاجیکستان عاید به پیشگیری از آبشوی با صورت پیریخا، عاقبت‌های ناگوار تغییریابی اقلیم، دسترسی پیدا کردن انسانیت به آب تازه آشامیدنی که با همدلی کشورهای جهان قبول و عملی می‌گردد می‌تواند نتیجه‌های نظررس را در حل مسائل ذکر شده به بار آورد.